بگو جیان بیو جیان بیو این همینجا خونه سایجانه اما کی؟ آبه چی تکن جا آبه نمیره؟ این همینجا خونه سایجانه فهمیدی؟ قرار درست اومده اگون چی میخری؟ ولی نمی سایجان کو؟ نمی سایجان خیلی مغازه دیسک فروشی داره و مغازه کلونی خوراکواری داره همین اجای تشکیلی انم خیلی بچه های ولی میدونیم هم دیسک تماشا میکنیم کنسرت تماشا میکنیم هم میشنیم به هزو بود عبید میکنیم شکمو را سر میکنیم میخیزه میریم با میشه؟ رفتیم بیا اکا جون بیا خوش اومده اکا خوش اومده مرحمت دوزر جو گذر یک کندو تزن این جیانه جیانه همین جواب یک کندو تزن اکا یا خونه هم سایجان بریم همروی همین جیان اومده خوب خوش اومده همین تا گذاشته گفتیم هم خونه خود داریم دیسکوی نغز داری کنسرتوی خوب داری گفتیم هم تماشا کنیم سلامت باشه اکا جان سلامت باشه اکا دیسک هم دیگه وزی رفتگه ایمود بر اومد ایمود رو میگون که بر اومد ما همه در این فلشکه 8 12 تا 64 گیگابایت در این فلشکه این زمانا پیشروی و ببینه که معایلش اکا جان چی معلومه که یگون فیلم یگون کنسرتو همین کنسرت ها کارمون کنسرتکو تماشا کنیم اینه اکا جان قطی جیان اینه چی گفتم که دلی نازکت آزار گیری خاطرت از منی بیچاره به یک بار گیری راحت کنه سلامت باشی کابریس سلامت باشی او یکم تزیگه شما یگون تو دیگه یکم تزیگه شما اینه اکا جان ایشان خوب بوده که ایشان بوده خیلی خوب بوده ایشان اکا دیدی جیان؟ دیدی خیلی تماشا کن خوب داره تماشا دیگه همون دیگه کن بینی گندم دیگه همون تو با اون چشم سیاه خواب نگاه خونه دلم رو ویرون کنه تو با موهای پریشان و رهات منو سرگشته و حیرون کنه خوب سایجانو میگم که خیلی یکم چی دارم گفتی فلشکا چی دارم فلشکه دارم اکا جان فلشکا اینو فلشکه خیلی یکم فلشکایی نداری که اینه خیلی دارمی خیلی دروش تشکیلی کنی همجا در هم در تشکیلی باشه یا دیگه جذبه است کنی تشکیلیش کنی همجا دارم یک فلشکه 64 گیگابایت دارم در درون 3 وای انورای نوکای کندوی ارخیلا شکلات مرغ بریان اکا گوشتی گوسپند کتی حتی قیمه کباب همش داره اکا جان حتی تشکیلش که اگه نیوخی انا او را حوزی میتیم اکا جان میبری شو در خونه راحت کرده تماشا میکنی میام تو مخی گران کتی مخی یا ساعت هفتاش که قطی ما میام گفت مخی 3 ساعت قطی ما هفتاش میکنه بو خیلی برو مادیم برو رفتیم مخی هیچ گم نیده مخی یا برو رفتیم با میم خیلی گشته با هم خونه میم مخی دیونم کده دیگه هم میرم السلام علیکم سلام علیکم ساستی؟ خودم تاب خیره با تو چی قصه قد مسئله میکنی؟ خیلی اکا ما اگو جانم تابی تو خیره اوکی چی با تابت خیره میشه اکا؟ هوای خوشرو این همی همسایه را میگوی خیلی؟ همسایه ما خوب فهمیدم 25 سال همسایه هم دیگر قطعی 25 سال ما خودم داولینی بلند دارمه داولینی بلند میشوه فشار بلندی داری؟ خب ما خودم داولینی بلند میشوه وای رفته جیب خریده
ای اکا ای ترسونی خیالم جنجال شده قطعی همسویا هیچ گپ نداره اکا گوش کن مرا همه دل تک شد گیر همه آدم که دلش تنگ باشه کینه داشته باشه بعد فشار بلندی میشه بعد سردر میخوشه بعد پاچه‌ها شل میشه اگه ماشین سبک‌تر نمیخریم ما داوین بالا ای اکا ای احمد تو چی که خرسندی بایی؟ اکا خرسندی مرا بی همیشه خونه دا شتگی مکا همه یا تندر چراغک نشد پرق شد که باران باری سویتو مرد اکا خای همه سویتو که مرد خستم دویدم رفتم گفتم اگه خیلی سویت مرد چیکار میکنی همه تلفن ها گفتم کون که دیدم وای فای خونه هم مرد و سویت کدی بوده خای اکا گفتم خیلی بیا تلفنم کتی میدارم همه نه آدم یک فای زریعه داشته او هم مرد او اکا که تلفن مرد اکا آدم چیکار میشه همه اوزی هم آدمو دودش دیگه همه تلفن اولی هم مهر محبت هم در تلفن شیده دیگه انا آفرین اکا مو هم خیلی هم مهر محبت کرده که همون تلفن مرد خیال کردم که خودم مردم زیق کشیدم که اکا زیق شدم ندونستم چیکار کنم بعد خستم خونه ده اوس رفتم همین تا نگاه کردم که اهل خانواده شدن مادر جان کودکم اویلم اکم برادرم اومدگی همجا شدن صحبت کردن من خیس گشتم نشد اکا گفتم مایل نو بوتی همین تلفن رفتم قطعیاشون 6 تا مکا اکا ایس مادر اهل بیت بله اهل خانواده کتی ایس مادر جان صحبت میکنه ایس برادرم صحبت میکنه ایس کودکای یک چی میگن میخندن ایس اویلم ما همین صحبت میکنم او صحبت میکنه همین خیلی صحبت ها شیرین شده اکا اکا میدونی چی چی بسیار آدمای خوب بودین همین خانگی ما نه مخلصان عزیز و عزتمند این بود برنامه نوبتی تلویزیونی شکرخند از مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه ما باوری داریم که این برنامه پسند شما آمده است اگر پسند باشد ما خود را خیلی خرسند حس میکنیم در برنامه‌های آینده ما کوشش میکنیم که طبع شما را با صحنه‌های نو و جالب بالیده گردانیم خیر تا برنامه‌های آینده شاد و پیروز باشید